Ulu Tanrı'nın adıyla. انصاف علی هدایت هستم و برنامه 161 مهندسی جهل رو با تورق و آشنایی با یک کتاب ترکی قدیمی چند صد ساله خطی دستنوشته تخصصی دیگری آغاز میکنم. امیدوارم که بتونیم با آشنایی با فرهنگ و تمدن، در اصل تمدن فکری و مکتوب و احساسی ترک ها، از زندان جهلی که در 250 سال گذشته بر مغز ما ساختند و هر روز بر ضخامت این زندان در ذهن ما می افزایند، شکافهایی رو ایجاد بکنیم و بتونیم از اینجا خارج بشیم. مادامی که نتونیم از این زندان خارج بشیم، نمی توانیم دوباره حاکمیت جهانی رو به دست ترکا بگیریم و جهان رو اداره بکنیم و عدل و دادی رو که مورد نظر ما هست، از منظر ما انسانی تر هست، رو اجرا بکنیم. در منظر ما انسان ها برابر بودند و هستند. در حکومت های ما در بیش از 1000 سالی که ترک ها بر روی کره زمین حاکمیت داشتند، بر هیچ دینداری و دینی، بر هیچ زبانی و زبانداری، بر هیچ جغرافیایی، بر هیچ رنگ و نژادی، بر هیچ قوم و قبیله‌ای ظلم نشد. جنگ ها رخ میداد، تمام میشد و با حقوق برابر در جامعه میزیستند. چیزی که مسلمان ها باید زکات میدادند و از این حرفا، اونها باید جزیه میدادند. تفاوتی از اون نظر نداشتن. امنیتشون تأمین میشد. در منطقه‌ای که ما ترک ها در آن در 1000 سال گذشته حاکمیت بودیم، جنگ ها برای به دست گرفتن قدرت وجود داشت، ولی وقتی یک طرف مغلوب میشد یا پیروز میشد، که معمولا ما پیروز میشدیم، دیگه جنگی در درون اون جامعه وجود نداشت و حتی با همسایه ها هم وجود نداشت. ولی الان دنیا شاهد، از زمانی که ما ترک ها در 250 سال گذشته از هندوستان و چین شروع شده تا به خود کشورهای اصلی، حتی خلافت در عثمانی رسید و شکست خوردیم در عرض 150 سال حدوداً، چون عثمانی حدوداً 100 سال پیش شکست خورده و آذربایجان هم که به تبع اون 100 سال قبل، 5 سال بعد از عثمانی و بعد از حذف خلافت، در حقیقت بعد از حذف خلافت، آذربایجان هم، ترکای آذربایجان هم قدرتشون رو از دست دادن. ما شاهدیم که در همون منطقه‌ای که ترک‌ها حاکمیت داشتن هیچ وقت صلح نبوده. همیشه خونریزی و جنگ بین این ملت‌ها ایجاد کردن. در 1000 سال گذشته اینجا جنگی به این شکل وجود نداشت و ویرانی‌هایی به این شکل وجود نداشت. به هر حال بریم ببینیم که امروز چه کتابی از تمدن فکری، احساسی و مکتوب ترک‌ها نصیب ما میشه و به شانسمون در میاد که بخوانیم و با این فرهنگ تمدن بسیار غنی و انسانی آگاه بشیم. خب ما لغت الانوار رو خونده بودیم و حتی یکی دو کتاب بعد، کیف صوف، مخطط و کتاب مثنوی رو حالا فکر میکنم که باید بخونیم. مثنوی رو سری قبل باز کردیم، ولی به خاطر اینکه این کتاب محلت و محبت چیز بود، اون رو نخوندیم. حالا این کتاب رو که دیروز هم باز کرده بودیم اتفاقاً، که اینجا هم دیده میشه، امروز این رو باز کردیم، مثنوی رو. رنگ زیبایی جلد رو نگاه کنید. جلدی زیبا، کاغذی مقوایی که روی اون عکس نقاشی روی آب انجام گرفته، یعنی روی آب نقاشی کردن و سپس این ورق روی اون گذاشتن و به تدریج به آرامی کشیدن و این نقاشی روی اون خیلی زیبا با رنگ‌های بسیار شفافی نقش بست. صفحه بعدی هم می‌بینید که این کتاب بخشی از رنگ رو داره داخل جلد و کتاب رو
به صفحه چسبونده، این صفحه داخلی. شرح منتخب مثنوی، شرح خود مثنوی نیست، منتخب مثنوی رو یه اشعاری، داستانهایی از مثنوی رو انتخاب کرده، به اونها رو شرح داده. در 220 آیا این صفحه هست یا هرچی. ببینیم اینجا گفته که 997 سال پیش، یعنی حدوداً 450 سال پیش، دقیقاً حتی بتونیم بگیم 450 سال پیش این کتاب نوشته شده در 148 صفحه که در پی دی اف 74 صفحه شده، برای اینکه در هر صفحه پی دی اف همانطور که میبینید 2 صفحه کتاب جای گرفته. این کتاب در یک کتابخانه بوده اول و بعد به یک کتابخانه دیگری منتقل شده. پهناسه، حالا این چی بوده اینجا خونده نمیشه. و این سلیمانیه کتابخانه در استانبول محله فاتح نگهداری میشه. 2 مهر احتمالاً هر دو واقف، مهرهای واقف بودن که اینجا زده شده. مثل همیشه یه نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم. ظاهر کتاب رو الان دارید میبینید با خط بسیار زیبایی که من میتونم بخونم و باهاش ارتباط عاطفی، فکری، حتی اخلاقی رابطه برقرار بکنم، مفاهیمش رو بفهمم، احساساتش رو بفهمم، باهاش ارتباط برقرار بکنم. به این معنی زیبا هستش. در 3 طرف کتاب هر صفحه میبینیم که جا برای نوشتن نظرات منتقدین و خوانندگان وجود داره. بر بالای بعضی از کلمات خط کشیده، خط قرمزی کشیده و بر روی اون تاکید کرده یا اون رو از متن جدا کرده، برجسته کرده. همینطور میبینیم که بعضی از کلمات رو احتمالاً در این صفحه نمیبینیم، ولی میبینیم که از نقطه، ویرگول و یا چند تا نقطه روی هم و ویرگول روی هم استفاده کرده در این کتاب برای تزیین کتاب. این رو هم میتونیم ببینیم. در اینجا میبینیم که یک مایعی روی کتاب ریخته و اینجا اثر انگشت، اونجایی که کتاب رو میگرفتن میچرخوندن، اثر انگشت ها به تدریج در اونجا به زردی ایجاد کرده. در مرکز کتاب، یعنی در شیرازه کتاب، زردی رو بسیار بیشتر میبینیم. در صفحات بعدی همین سبک و سیاق ادامه داره و همینطور ادامه داره. بله، ولی فقط وقت به کلماتی میرسیم که بر روی اونها هم خط کشیده، هم اونها رو بزرگتر از متن دیگر کلمات نوشته و این نشون میده که میخواسته اونها رو برجسته بکنه و بر وجود اونها تأکید بکنه. از نقطه مانند و ویرگول خیلی استفاده کرده. نقطه مانند میگم برای که خیلی بزرگتر از نقطه هایی که امروزه هستش و رنگش هم قرمزه. البته در بعضی جاها با کلمه های به رنگ قرمز روبرو هستیم که در اول متن هم در بالا با بیت شروع شده بود، کلمه بیت رو هم با خط قرمز مشخص کرده بود. من حالا این کتاب رو اینجا دوباره یه بسم الله الرحمن الرحیم میبینیم که احتمالاً بشنو از نی چون حکایت میکند. برای این از اینجا شروع شده. اینجا صفحه 10 هستش، 10 پی دی اف احتمالاً. بله، بریم ببینیم که تو صفحات بعدی هم یه مقدار با آرومتر میرم، با سرعت بیشتری میرم که بتونیم صفحه ها رو همینجور ببینیم. هیچ کادری در دور اینها وجود نداره و هیچ پاراگرافی هم وجود نداره. در اصل پاراگراف ها و مطالب با اون رنگ سرخی، با خط سرخی که بالای کلمات کشیده و کلمات رو با قلم درشتری نوشته، با اون مجزا کرده پاراگراف ها رو و متن رو به این شکل تلاش کرده که متنوع بکنه. سطرها خیلی به هم نزدیکن، کلمات هم به داخل هم نفوذ کردن. میدونید که زبانی که مولانا نوشته فارسی نوشته، فارسی دری نوشته و خب این کتاب تلاش کرده اون رو
به ترکی ترجمه بکنه. اینجا به یه جایی رسیدیم که میبینیم یه چیزی افتاده اینجا و تلاش کردن پاکش بکنن. کلمه یه مقدار کشیده شده و سیاهی داره ولی میشه خواند این رو. من سرعت رو بیشتر میکنم که از کتاب خارج، از شکل ظاهری آشنایی با ظاهر کتاب خارج بشیم و برگردیم و متن رو بخوانیم ببینیم که چه چیزی میگه. اینجا کتاب در اصل مثل این که میخواد تمام بشه، ولی نمیدونم اینجا یکی اومده با خط قلم یه نقاشی میخواسته بکشه، نمیدونم چه چیزی میخواسته بکشه و بعد در صفحه بعدی ما با یک متن ادامه کتاب رو میبینیم که با متن با خط دیگری و به عربی نوشته شده و خیلی به هم نزدیکن کلمات، سطرها هم خیلی به هم نزدیکن، کلمات را هم به هم نزدیکن، به قدری که آدم فکر میکنه با یک متن سیاه مواجهه، نه با یک دست نوشته. ولی اینجا آخر کتاب رو یه نگاهی بکنیم ببینیم که آیا میتونیم اینجا یک تاریخی از این مطلبی که نوشته شده به دست بیاریم. بذارید ببینیم از یه جایی شروع بکنیم دیگه، حالا از هر کجا که بشه. التي لن يجمع فيها الاعلان يكون حكمها ای حكم العين ايضا ای كالتي اجتمع فيه اعلان كحكم عين توا. كفك عين توا، عين توا یعنی این واو عین هستش. حالا دوستانی که عربی رو یه مقدار بدونن، صرف و نحو عربی رو میدونن که اینجوری میگن فعل، اون عین فعل عین، این تمامی افعال که گذشته باشن سوم شخص باشن فعل، اون وسطش عین گفته میشه. یعنی تمامی افعال ثلاثی مجرد رو با فعل استاندارد میکنن. فی عدم الاعلال احتمالاً التی، حالا اینجا یه چیزی هستش نحو تویا فانه لو عل عین و تویا لم یلزم اجتماع اعلالین الا انه لا یعقل طبعا لتوی و تویان و توا مجهول تواف. حالا اینجا بقیه رو خیلی تخصصیه تا اینجا. بذار ببینیم علیها یلزم اجتماع الاعلالین الا انه لا یعمل حملا علی توا. حالا اینجا این کلمه که از تحت چیزه به اون الله الملک تمت، احتمالا تمت به اون الله الملک الوهاب للمؤمنین سبیل الثوابی قد وقع الفراغی فی الاخوب. حالا کتاب تموم شد، قد ولق الفراغ، از کتاب نوشتنش آسوده شدیم. فی تحریر هذا النسخه، در این نسخه. این نسخه دوستان احتمال میدم که از یه نسخه دیگری فتوکپی کرده، رونویسی کرده، برای همین داره میگه نسخه. فی تحریر هذا النسخه فی وقت ظهر، در ظهر هستش. فی یوم دوشنبه این دوشنبه هست. فی اوایل ربیع الاخر، در اوایل ماه ربیع الاخر. فی تاریخ سنه 67 و 900، سال تسعه فکر کنم 900 باشه، درسته. 900 60 صعب 67. من اینجوری میخونم. حالا بذارید این رو برای اینکه دقیقاً فی ید العبد ضعیف، احتمالاً چی اسمش المحامی چی فی ید العبد نه این ضعیف نیست، یه چیزی ضعیف میشه خوند البته.
چون دقیقا ضعیف نوشته شده، نقطه نداره. منم برای همین یه مقدار موندم. الحاج احتمالا باشه، الحاج الی رحمت الله غفر الله له و والدیه و احسن الیهما و الیه. حالا اینجا به والدینش هم چیز کرد، ولی 67 و سنه. بذارید حالا اینو گوگل بکنم. 67 و 900. 67 و 900. حالا این عربی هستش دیگه. این عربی رو من گفتم این چیز نمیکنه، خیلی باهاش رو چیز نکرد. سبع و تسعین و تسعمائة. این طی چیز رو یه مقدار باهاش مشکل خواهیم برد. 97 و 900. نحوه خواندن اعداد رقمی لهجه عربی 21 20. اینجا اگر بتونه بیاره 999 نوشته اینجا. العدد الذي تقصده هو 999. اینجوری البته خونده نمیشه در زبان عربی، اینجوری خونده نمیشه، ولی این رو 900 درسته. 997 درست نوشتن. خب برگردیم اول کتاب. این تاریخ کتاب رو نوشتیم، اسمش هم نتونستیم چون که خودش کامل ننوشته و گفتش که این یه نسخه هست. ما برمیگردیم اول کتاب و اول کتاب رو ببینیم که بیت همینجا با یه بیت بالا بیت نوشته، بسم الله رو ننوشته. احتمالاً اون صفحه هایی که یه تعدادی از صفحات حذف شده. خب برای اینکه این صفحه سومه و ما اینجا صفحه دوم و این صفحه اول. بله نه این درسته، از این جهت درسته، ولی به نظر من میاد که این کتاب چقدر نوشته؟ گفته که 67 صفحه هست و در هر صفحه 22 سطر داره. ببینیم حالا کتاب رو شروع کنیم. خدا معین و فلک یار باد، جهان آفرینت نگهدار باد. هازا کتاب المثنوی، بو کتاب که شرح نه شروع اولونه گرک کتاب مثنوی در. بو کتاب که شرح نه شروع اولونه گرک کتاب مثنوی در، یعنی نام شریفی مثنوی در که مشهور عالم در. هازا اسماء اشارت دندر. خیلی زیبا، خیلی ادبی داره می نویسه. این برای اولین باره که این رو دیدیم. هازا، کلمه هازا که اینجا گفته هازا کتاب المثنوی، اینو داره ترجمه میکنه. این خط قرمزی که بالای این جمله کشیده هازا کتاب المثنوی، این رو داره ترجمه. هازا اسماء اشارت دندر که اعرابدن محلن و مرفوع ابتدا در. حالا از نظر اعراب یعنی در جمله چه جایگاهی داره و مبتدا در، مرفوع و مبتدا. حالا دیگه من اینها رو توضیح نمیدم چون نمیخوام اذهان دوستان رو چیز بکنم. این مربوط به صرف و نحو زبان عربی هستش. دوستانی که میدونن مرفوع یعنی چه، مضموم یعنی که، مجرور یعنی که چه، اینها مربوط به اون قضیه است. و کتاب کلمه کتاب، هازا کتابون، کتاب لفظن و لفظن دفوع خبر در، رفوع خبر در یا لفظن دفوع خبر در، مبتدانون و مثنویه مضاف در. خب میگه و کتاب لفظن رفوع یعنی مرفوع، دوباره رفوع خبر در، خودش خبر هستش. مبتدانون خبر دی، یعنی مبتدا، یعنی هازا مبتدا هست، این کتاب خبره
و مثنویه مضاف دور به روی مثنوی اضافه شده. یعنی اینجا کلا این کتاب و مثنوی خبر هستش ولی نسبت به هم مضاف و مضاف الیه هستن. این کتاب مضاف شده به مضاف به مثنوی که آمون خاصه اضافتی قبلنده که آمون خاصه عام کتاب عامه، اسم عام هست، برای هر نوع کتابی کتاب گفته میشه. خاص توی مثنوی هستش، میگه عام به خاص اضافه شده. حالا اینم در زبان عربی تو قضیه صرف و نحو اینها بحث میشه که کتاب عام و مثنوی خاص دور و مثنوی لفظاً مجرور. خود مثنوی کلمه مجرور به خاطر اینکه کتاب بهش اضافه شده از نظر صدایی مجرور میشه. چجوری میگیم؟ مثلا اینو باید اگر یا نبود، مثنوی نبود، باید مثلا به جای مثنوی بود مثلا انصاف میگفتیم انصافه، اینجوری صدای بهش اضافه میکردیم. مجرور مضاف الیه دور. کتابون یعنی و هو. حالا این و هو چی میده؟ داره توضیح. و هو اصول الدین. و هو اصول الدین. 3 تا اصول رو پشت سر هم آورده که یعنی کتاب مثنوی حقیقتا bir dinin اصولیdir. دقت بکنید هر 3 تا رو ترجمه کرد درسته. اول شک کردم که احتمالاً این اصول چون آخر خطه سطر هستش تلاش کرده که دوباره بنویسه، ولی بعد که دیدم اینجوریه تو معنی هم همین. bir dinin مثنوی حقیقتا bir dinin اصولیdir. یعنی خیلی تو مغز دین هست. مغز دین اینجوری بگیم فی کشف الاسرار الوصول و الیقین. در چه چیزی اصول دین هستش؟ و وصول و یقین birlerinin کشف بیاننده. اینم سر باشه. وصول و یقین sırlarının keşfi beyanında. Usul cem'idir. Asl oldur ki onun üzerine mebni ola. اصل یعنی چی؟ میگه اصل اون چیزی هستش که فرع بر روی اون بیاد. ما برای ساختن ساختمون بتونارمه میریزیم، پی میسازیم و بعد بر روش خونه میسازیم. این اصل اون فرعه. یا مثلا پرده بر پنجره فرع هستش، این لباس بر ما فرعه که فرع آنون üzerine مبنی اولا. یعنی فرعون وجودی اصلون وجودینه متوقف اولا. اگر مادامی که پی ساخته نشه، البته خونه رو میشه ساخت و بعد میشه زلزله بکنه بمیریم، ولی مثلا فرمان اتومبیل زمانی وجود خواهد داشت که اول خود اتومبیل وجود داشته باشه، بعد بتونن اون قسمت رو براش بذارن. پس اینجوری متوقفه. وجود نه متوقف اولا. احکام شرع، حالا اینو میخواد به دین راه بده. احکام شرع عمل و اعتقاد متوقف اولدوغی جبه. احکام شرع گفتیم که اون چیزهایی است که ملاها دینداران در طول تاریخ و بر اساس نیازهای روزمره، شرایط زمانی و مکانی و متفاوت از هم و حتی متضاد هم، برای پاسخ به اون نیازها ملاها فتوا دادن، گفته این بعد شده شرعیات. نه این نیست این، ولی به هر حال میگه که احکام شرع عمل و اعتقاد متوقف اولدوغی. این بر احکام شرع بر عمل و اعتقاد متوقف هستش. یعنی شرع خودش واقع چیز نداره، اصلیت نداره، فرعه بر اعتقاد و عمل. اگر عمل نکنید ارزشی نداره، اگر اعتقاد نداشته باشید اصلا ارزشی نداره. کسی که به مثلا میگم به اسلام اعتقاد نداره، شرعیات براش مهم نیستش، چون اصل برای اینه که باید اعتقاد داشته باشه. حالا اعتقاد داشت ممکنه نمازشو بخونه یا نخونه، وقتی شک کرد بر طبق فتوای ملاها پیش بره یا نه، اصلا پاک بکنه از اول نمازشو بخونه، چه اشکالی داره؟ زیرا عمل و اعتقاد سز
احکام شرایع بلومز و به حسب لغت اصل. حالا اینجا یه چیزی نوشته که نمیدونم، کوکف و فرع بوداق. خب این نقطه نیست، من نقطه خوندم، نقطه نیست. اصل چک اصل چک و فرع بوداق معناس ندور. خیلی زیبا گفت. این دوتا کلمه رو ما خیلی دیگه به کار نمیبریم. شاخه به کار میبریم، گلگانات به کار میبریم، در حالی که اینجا چی گفت؟ اصل چک ریشه، چک زغ، زغ چک ریشه. ریشه فارسی هستش، مال ما نیست، زبان ما نیست. چک زغ و فرع بوداق، شاخه نه بوداق معناس ندور. وصول بونده وصال الهی دور. و اینجا به چه چیزی وصول پیدا میکنید؟ به وصال الهی که سبب سعادت نامتناهی دور. متناهی و نامتناهی. متناهی اون چیزی که قابل شمارش هست، نامتناهی غیر قابل شمارشه. یقیندن مراد، حالا یقین چی هستش؟ در اونجا بالا گفت فی کشف الاسرار و اسرار اصول و یقین. اون یقین چی هستش؟ داره تعریف میکنه. اول دونه دونه کلمه هایی که در این کتاب بر اساس اون کتاب رو تفسیر خواهد داد و به ما تفهیم خواهد کرد، اول اونها رو تعریف میکنه. هازا رو معنی کرد، کتاب رو معنی کرد، مثنوی رو معنی کرد، حالا و هو رو معنی کرد، اصول دین رو معنی کرد و گفت که چی هستش و برای چه منظوری به کار میره در این کتاب. فی شرف الاسرار الوصول و الیقین رو هم داره اینجا میگه که یقیندن مراد مشاهده جمال جانان ازلی دور. خیلی زیبا. مشاهده جمال جانان ازلی دور. الله رو جانان فرض میکنه. سالکین منتهای عالم استغراق غرق شدن یا تمنای غرق شدن در الله، تلاش برای رسیدن به الله. مثل اینکه بخوایم شیرجه بزنیم تو آب، غرق نمیشیم در اونجا، شیرجه میزنیم تو آب که لذت بیشتری ببریم. اینجا این استغراق به معنی شیرجه زدن در دل الله هستش، یکی شدن با الله هستش، یکی شدن به عشق، یکی شدن با معشوقه. اینجوری سالکون منتها عالم استغراقه وصول بلوب، مشاهده دیداردن هرگز دور و جدا علمز. bu حالت که سرمایه سعادت ابدیتور تصفیه قلب ایله میسر olur. با تصفیه قلب، تصفیه از کلمه صاف شده ساخته شده، به معنی صاف کردن قلب هستش، پاک کردن قلب هست. قلب از خیلی چیزا هستش. و تصفیه قلب یعنی اخلاق ذمیمه ظلمانیه، اخلاق حمیده نورانیه تبدیل ایلمک علور. حالا گفتش که اخلاق این تصفیه قلب چیه؟ اینو داره میگه، تعریف میکنه. تصفیه قلب چیه؟ تصفیه قلب اخلاق ذمیمه، ذمیمه، حالا خرابش کردم. زم یعنی پیس، بد، زشت، ناپسند. ذمیمه ظلمانی، اون اخلاق ناپسندی که ظلماتی هستش، تاریکونه هست، اونها رو به اخلاق حمیده، حمید نیکو، نورانیه تبدیل علمک علور. و بو دولت بادی. حالا این چی شد؟ این نشد. حالا اینجا من اینو نتونستم بخونم که این چی میشه، یعنی و برو تا باری یا باتی. حالا اینجا دیگه و بو دولت بادی، نمیدونم، بادی الیا بلش گفتم. و این و بو دولت بادی یعنی نمیدونم یعنی چی.
یحبهم و یحبونه. حالا اینجا رسید به یک کلمه جدیدی که دوباره اصل کتاب رو این داره ترجمه میکنه، یک کتابی رو. یعنی یحبهم و یحبونه یا نمونه حسبینجا، یعنی بر اساس این یحبهم و یحبونه که یه آیه هست، البته اینگار که از یه آیه گرفته، بر اساس این حسبینجا یعنی بر اساس مفهوم این دو کلمه جناب احدیتن یعنی الله bir nefakhanın zuhuri ve bir جذبنون مرور و عبوریدür. میدونی که وقتی الله انسان رو خلق کرد، نفخت فیه من روحی، به در اون از روح خودش دمید. خب اینو داره میگه bir nefakhanın ظهوری، اون انسان ظهور اون نفخه هست، اون روح الهی است که در بدن کالبد انسان نفخه شد. و بیر جذبنون و اون کششی که به طرف الله هست. و بیر جذبنون مرور و عبوری، اون ما که متولد میشیم تا بمیریم، اون جذبه هست که میگه از دل ما، از بدن ما میاد تا میرسیم به قبرستون. جذبه من جذبات الرحمن. و جذبه یعنی چی؟ این جذبه رو میخواد تعریف کنه. جذبتون من جذبات الرحمن، توازوی عمل ثقلین. توازی موازات، ببخشید مثل این که من یه مقدار درست خوندم. توازی و عمل ثقلین. حالا این ثقلین رو معنی میکنه، ثقلین دوتا سنگین. بذارید ببینیم چیه. زبده کلام و نتیجه مرام بودور. حالا میگه تا اینجا هر چی گفتیم بخوایم نتیجه شو بگیم اینه: ریاضت و مجاهده و طاعت و توحیدن مراد. توحیدن دوتا دال داره. ریاضت و مجاهده و طاعت و توحیدن مراد. آفتاب رخشان جبی bir قلب روشن ala getirmekdir. تا آنون واسطسیله انوار جمال ازلیدن آینه مثال انعکاس پذیر علوب مشاهده yüz göstere. Nitekim Xacə Hafız divanında bu cümleyle bu معنا احتمالاً اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم بخونم. bu مسئله ممثله، احتمالاً به هر حال این مربوط یه کلمه است که بر اساس با مسئله ساخته شده. bu ممثله bu معنانی اشارت ادر. حالا با یه چیزی چی گفته؟ bu بیتیله، ببخشید این دیگه درست شد. bu بیتیله bu معنای اشاره ده. حالا این حافظ ببینیم که خواجه حافظ در دیوانش چی گفته. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. میگه این جایی که تا الان ما گفتیم این رو حافظ به این شکل گفته: پیالدن مراد قلب و مدامدن مراد محبت الله دور و ظاهر و روشن دور کی دین مبینون ظهور و حصولی علم فقه دور. حالا این علم فقه ربطی به دین نداره. من گفتم من نظرم اینه، بقیه هرچی میخوان بگن، من نظرم اینه که دین آن چیزی است که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آورده و گفته که اینها کلام الله هستش. اگر اونها درست به دست ما رسیده باشن و تحریف نشده باشن، که ما در ترجمه قرآن گفتیم که در یک کتاب دیگری گفتیم که وقتی قرآن رو ترجمه می‌کردیم 4-5 جلسه قبل عرض کردیم که اون مفسر قرآن، اون مترجم قرآن نوشته بود که یه عده‌ای میگن قرآن 114 سوره است، یه عده‌ای میگن 113 تا، یه عده‌ای میگن 112 تا و یه دیگه یه نفر میگه 117 تاست. فقط در سوره ها اینقدر دعوا هست. حالا شما نگاه بکنید که احتمالاً در آیه ها چقدر دعوا باشه. خب این هم از این. حالا و این احتمالاً دست برده شده. بعضی از مثلا بسم الله ها ظاهراً اول سوره ها نبوده، اینو اضافه کردن برای اینکه اگر حضرت محمد بپذیریم که حضرت محمد این سوره ها رو پشت سر هم نذاشته. این از این، یعنی این آیاتی که پشت سر هم اومده حضرت محمد به این شکل نیاورده
و اینهایی که این آیه ها رو جمع کردن داخل یه سوره ها گذاشتن و براشم اسم گذاشتن و قبلش هم یه بسم الله، اون بسم الله ها از نظر حضرت محمد نبوده، چون هر وقت آیه می اومده یکی دو تا آیه بیشتر که نمی اومده، یه سوره بقره که نمی اومده به پیغمبر، هر وقت یکی دو تا آیه بیشتر نمی اومده. و وقتی اگر صحبت میکرده حضرت محمد صلی الله علیه و سلم مثلا بگیم در هر زمانی که ایشون صحبت میکرد که یه آیه اومده میگفته بسم الله الرحمن الرحیم. ولی عجبا هر وقتی که آیه می اومده آیا اون جبرائیل یا الله بهش میگفته که اینجوری بگو؟ یعنی جبرائیل اینجوری میگفته بسم الله الرحمن الرحیم ایا ایها الناس ما حالا آیه از ذهنم پرید که یه آیه مثلا بخونم براتون. مثلا آیه اینجوری میگفته، اون وقت باید برای هر چند تا آیه حضرت محمد یه بسم الله گفته. ما با فرض من بر اینه که حضرت محمد چون کلام اللهش رو مقدس میدونسته، هر وقتی که به قلبش، به مغزش، به هر چیزی که بهش القا میشده یا بهش پیام میداده شده یا پیامی رو میشنیده، ممکن بوده که یه پیامی در گوش اون شنیده بشه، در گوش دیگران شنیده نشه. همونطور که ما میتونیم امروزه یه گوشی بذاریم اینجا در گوشمون، یه ایرپاد بذاریم و صدای تلفن رو ما بشنویم، کسان دیگری نشنون. ممکن باشه مثلا یه سیستمی بوده که مثلا میتونسته، نمیدونم، من کاری به اون ندارم که کیفیتش چجور بوده، ولی اون دو تا آیه که میومده حتما ایشون اون آیه رو از جبرائیل میگرفته یا مستقیم حالا به یه شکلی دریافت میکرده. احتمالاً وقتی میخواسته این رو به مردم بگه، اینو برای اینکه با حرفای خودش مجذب بکنه، به نظر من باید میگفته بسم الله الرحمن الرحیم یا محمد، و یه آیه مثلا اونجا آیه‌ای که با یا محمد شروع میشه اون رو میگفت، یا مثلا میگفت که انا انزلناه قرآنا عربیا فلانا، مثلا این رو اونجا بسم الله باید میگفت. حالا اگر قرار بود که هر وقتی حضرت محمد بسم الله گفته، بسم الله الرحمن الرحیم رو گفته، این رو بر آیات بیارن، باید در بالای بعضی از آیه ها و در بالای بعضی از چند آیه یک بار باید این بسم الله تکرار میشد. خب چرا در قرآن مثلا 114 سوره هستش ولی 115 بسم الله وجود داره یا 113 بسم الله وجود داره؟ به خاطر اینکه وقتی اینها قرآن رو بعد از حضرت محمد میخواستن حالا جمع بکنن، در دوره عمر بوده یا ابوبکر بوده یا هر کدوم از اینها بوده، وقتی میخواستن این رو جمع بکنن، خب قرآن به شکل نوشته که وجود نداشت که یک مثلا حضرت محمد هر وقت میگفت مثلا چند نفر باشن بشینن اینها رو بنویسن، آرشیوش بکنن، نگه دارن. هر کسی که اونجا بود اون رو میشنید، حفظش میکرد، یا ممکن بود اگه سوادی داشتن روی یه چیزی اینو مینوشتن، روی اگر داشتن روی یه چیزی مینوشتن و باهاشون میبردن. این رو دیگه یه جایی جمع نمیشد. برای همین بود که تعداد نوشته های بسیار زیادی بود در دوره حضرت خلفای راشدین. این متنها خیلی زیاد بود و دشمنان هم هی اضافه میکردن بهش. در نتیجه خلفا که بعدا، یعنی ما از این خلفای چهارگانه داریم اسم میبریم و بزرگانی که اون زمان بودن، تصمیم گرفتن که این قرآن ها رو جمع بکنن، اگر وجود داره هر جا هستش همه بیارن، در یک مرکزی باشه، همه بخونن، توافق بکنن. اون شورایی که این قرآن رو داشت، برای اولین بار یه شورایی تشکیل شده بود برای سانسور. اون چیزایی که پیغمبر نگفته بود یا اکثریت نشنیده بودن تو این شورا، مثلا این شورا فرض کنید 12 نفر، 20 نفر، 50 نفر آدم داشت، اینها اگر میگفتن ما نشنیدیم، میگفتن خب این احتمالاً مال پیغمبر نیست، اینو بذاریم کنار. ممکن بود که اینها نبودن، پیغمبر یه چیزی گفته بوده، اینها نوشته بوده، ولی اینا میگذاشتن کنار. و برای اینها اومدن گفتن آقا اینجا رو مثلا این چند تا رو پشت سر هم بذاریم، اسمشو بذاریم سوره بقره، این رو الرحمن، این رو نساء، این رو اعراف، این رو یاسین، این رو فلان، اینو قیامت و اینها بذاریم و براش بسم الله بذاریم.
حالا بعضی از قرآن ها رو ما دوباره برای شما خوندیم در گذشته، گفتیم که بعضی از قرآن ها بسم الله نداره اول سوره ها، برای اینکه این بسم الله ها احتمالاً در دوره خلافت خلفا هم خلفای راشدین هم احتمالاً نبوده، احتمالاً اینها در دوره های خیلی بعد، حالا یا امویه یا عباسیه یا سلجوقیه، یا البته سلجوق ها نمیتونستن برای اینکه خلیفه در مرکز بغداد وجود داشت، ولی در دوره عثمانی هم میتونه باشه. خب به هر حال خواستم بگم که اگر قرآن متنش درست در دست ما باشه و تحریف نشده باشه، کم و زیاد نشده باشه که حتما شده، هم اضافه شده هم ازش کم شده، ما تا این حداقل اطلاع داریم، علما گفتن اون چیزی که حضرت محمد از زبان خودش نگفته، از طرف الله گفته، اونها دین هستن. اون چیزی که حضرت محمد از خودش گفته، تفسیر کرده آیه رو، گفته که منظور الله این بوده، اونها تفسیرهای حضرت محمده، اونها به دین ربط زیادی نداره به نظر من، چون که فرمان الله یه چیزیه، سخن الله یه چیزیه، سخن پیغمبر یه چیزی زاید بر اونه. اصل اون فرمان الله هستش، نه اصل سخن حضرت محمد. سخن حضرت محمد بسیار مهمه، طبیعتا خیلی مهمه، برای اینکه تنها منبع وصل به وحدت وجود و به الله حضرت محمد هستش. ما قرآن رو از زبان ایشون دریافت کردیم، ما نمیدونیم اللهی وجود داره یا نه، الله اگه وجود داره آیا به چه شکلی وحی رو فرستاده و اینها رو نمیدونیم. اینها برای ما سرزمین های ناشناخته در تاریکی است، یا حتی خیلی نورانی است، ما چشممون رو میبندیم که ببینیم. پس این چیزهایی که فقها و حتی حضرت پیغمبر، اون چیزی که میگن سنت، به نظر من اون رفتارهای حضرت محمد خیلی هم نمیشه به دین ربطش داد. ولی اون چیزهایی که از خلفا به بعد، از راشدین به بعد اضافه شده، که در طول زمان قرآن 5000 و چند صد آیه هستش، کلماتش هم گفتیم، تعداد حروفش هم گفتیم، آیاتش هم گفتیم در اون جلسه که قرآن رو به ترکی ترجمه می‌کردیم، اونجا گفتیم. حالا برمیگردیم می‌بینیم که البته میتونم اینجا برم و چون کتاب قرآن رو دیدم، قرآن ترکی، اینجا آخرین صفحه این رو اگه بخونیم، اگه قرآن باز بشه، اونجا نوشته بود و ما از اونجا خوندیم. برمیگردیم به اونجا و ببینیم که چی میگه. اینجا بود، گفتش که اینجا آماری ایورlar ki liktudur bu اینا سوره افسون. حالا بیا به این چیزا رو پیدا کن. عبدالله ابن، نه این قسمت نیست، بریم ببینیم این قسمت. یه قسمتی بود که آیات رو میشمر که پذیراları bir antası bu yüzden bir yerde. ها اینجا بود، بله اینجا بود. بذار ببینیم اینجا، از اینجا به بعد. Kur'an'ın içinde 14 sure alif bila iptila başlanır. Kur'an'ın içinde 14 sure alif birla ابتداءً başlanır. این از این، یعنی 14 سوره از سوره قرآن با حرف الف شروع میشه. 14 سوره یای birla başlanır. 14 سوره هم با حرف یا شروع میشه. 17 سوره واو birla başlanır. 17 سوره هم با حرف واو شروع میشه. 8 سوره قاف birla başlanır. 7 سوره هم با حرف قاف شروع میشه. گه دو نقطه. 7 سوره جا birla başlanır. 7 سوره هم با حرف جیم شروع میشه.
یتی سوره sin ile başlanır. حالا sin 1 ile başlanır. یعنی با حرف سین. 7 سوره هم با حرف سین شروع میشه. 4 سوره تا 1 ile başlanır. 4 سوره با حرف ت شروع میشه. تا 4 سوره تا 1 ile başlanır. 4 سوره هم با حرف ت دسته‌دار، طاهر و طاها و اینها شروع میشه. 2 سوره عین 1 ile başlanır. 2 سوره هم با حرف عین مثل علی نوشته میشه. 2 سوره ها 1 ile başlanır. 2 تا سوره با حرف هی دو چشم شروع میشه. 1 سوره لام 1 ile başlanır. 1 سوره هم با حرف لام شروع میشه. 3 سوره لا 1 ile başlanır. 3 تا سوره هم با حرف لا شروع میشه. مثل لا اله الا الله مثلا. 1 سوره کاف 1 ile başlanır. 1 سوره هم با کاف شروع میشه. 1 سوره صاد 1 ile başlanır. 1 سوره با حرف صاد شروع میشه. 1 سوره نون 1 ile başlanır. 1 سوره هم با حرف نون شروع میشه. Gamur Kur'an içinde Allah 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 ve Allah billah tillah lillah 2000'in beyti 799'dan 4 این 5 تا کلمه الله و الله بالله تالله لله، این 5 تا کلمه در قرآن 2790 90 تاست. یا ایها الذین آمنو 89 türdür. این کلمه جمله یا ایها الذین آمنو در قرآن 89 بار تکرار میشه. الانسانو کلمه انسان در قرآن 65 türdür. 65 بار تکرار میشه. گموغ قرآن 114 سوره. نگاه کنید حالا اینجا اون مطلبی که میخواستیم. مجموع قرآن 114 سوره، 114 سوره هست. اوگرلار گموغ amlar یعنی مجموع علما اکثریتشون arasında yana 113 سوره اوگرلار. میگه که اکثریت میگه که آقا 113 سوره است. گمو amlar arasında در میان اینها یسالونک bir برا suresi فی 1 tanedir. حالا اینجا میگه که یکی از این سوره ها اسمشو اینجا نوشته که من نمیدونم برات چی هستش، 1 tutarlar. میگه این رو با اون سوره دیگه با یسالونک، سوره یسالونک رو با این برات، سوره برات یکی میدونن، دوتا نمیدونن. این رو در هم بعضی ها این رو در هم ادغام میکنن، میشه 113 تا. ینا آزین گلدا azın gulda 112 سوره. میگه azınlık یعنی یه تعداد اندکی هم معتقدن که قرآن 112 تا سوره داره. معوذتین فی قرآن، معوذتینی قرآن دین tutmazlar. حالا میگه اینها معوذتین که در قرآن هستش، حالا نمیدونم یعنی چی، میگه این رو یه دونه فرض نمی کنن. یه نه ابی ابن کعب، باز هم یه آدمی به اسم ابی ابن کعب گولندا یعنی سخن اون رضی الله عنه 116 سورتور. قرآن دارای 116 سوره هستش. قنوت دعاسینی قرآن دین توتار. میگه که دعایی که برای قنوت هستش اون در داخل قرآن هست، اون رو چیز میگه. والله اعلم اینجا رو والله اعلم رو گفته که حالا من اون چیزی که میخواستم اینجا نبود که براتون بگم. اینجا میرسه به اون شکل، احتمالا این بالا هستش ولی به هر حال اینجا بود. حالا بریم کتابمون رو بخونیم. حالا من معتقدم اون چیزی که از حضرت محمد به بعد حداقل دیگه میتونیم بگیم اگر اون چیزی که حضرت محمد انجام میداده به خاطر وابسته بودن به منبع وحی درست بوده، اونها اگر اونها رو جزو دین که نه جزو سنت حساب میکنن.
ولی دیگه اون خلفا و بقیه که از اون تاریخ به اینجا علما و اینا نوشته، اینا جزء نه شریعت نه دینه، نظر علماست. خصوص علم فقه دور که فقه دقیق قرآن عظیم، حالا اینجا داره فقه رو چیز میکنه دیگه، و احادیث شریفتن استخراج و استنباط علومش دور، میگه فقه دین هم از احادیث و چیز استشو. حالا اکثر احادیث هم دروغه، هر کسی یه چیزی که منفعتش بوده میومده یه حدیث جعل میکرده. پس bu اعتبariyle علم din ve usul din bu zikr olunan üçten kinayettir. یعنی از اینها ساخته شده، از این سه تا اصول ثابتن مراد. حالا اینجا اصول ثابت چی هستش که در اونجا گفت؟ اصول ثابتن مراد علم کلام دور که آندن مقصود اعتقادات صحیحه دور، زیرا اعتقادسız olan amelden هرگز نفع و فایده حاصل olmaz. فرزن bir kafir cemi ulum müktebesse yi sa'i ve kesbile tahsil eylesə, madami küfr üzere olup hidayet hakkıyla imana gelmeye, ana ol ulumi kesbiden ukbada zerre kadar fayده و راحت ایرشمز. خب اینجا هم داره نظرشو میگه که اصل اعتقاد شما میتونید برید یک علمی رو تحصیل بکنید ولی بهش اعتقادی نداشته باشید، در روز قیامت هم فایده براتون نخواهد داشت. اینجا رو نمیدونم چطوری میتونن در مورد قیامت تصمیم بگیرن بعضی از ملاها و علمای دین و انسان ها. من اینو موندم، از طرف خدا اینا تصمیم میگیرن که آقا مثلا یه آدمی که کشتی رو اختراع کرده، یه آدمی که اینترنت رو اختراع کرده، یه آدمی که ماهواره رو اختراع کرده، اینها مثلا در قیامت مثلا نمیدونم یعنی چه شکلیه این نمیدونم. بلکه اول علوم آنون از ارز یاد عذابنه، بلکه اول علوم یعنی اون علومی که این آدمی که چیز نداشته، آنون ازدیاد عذابنه سبب علور. و واو حرف عاطفه دور. عطف میگیم که مثلا من و حسن و حسین و کاظم و محمد و بابک و فلان اومدیم. این وها عطف میکنه که اون هم بوده، اون هم بوده، اون هم بوده. اینو بهش میگن حرف عطف که اینجا عاطفه گفته. واو حرف عاطفه دور. هو محلا مرفوع. حالا اینجا دیگه از نظر چیز دستور زبان عربی داره بس. مبتدا دور که اصول اول آنون خبری دور، اصول ثانی آنون مضاف الیه دور حرف جر دور، فی حرف جر دور، کشف لفظا مجرور، اسرار مضاف دور و اسرار وصول لفظا مجرور آنون مضاف الیه دور. واو حرف عاطفه یقین لفظا مجرور و وصول معطوف دور. و اصول اولدن مراد طریقت و حقیقت دور. ممکندür که اصول اولدن مرتبه حقیقت و اصول ثانیدن مراد طبقه طریقت و اصول ثالثدن مراد. اینجا ممکن گفته، نگاه کنید ممکندür، میگه ممکنه که منظور این سه تا اصولی که به هم پشت سر هم در اونجا در کتاب عربی خوندیم، میگه ممکنه که ممکندür که اصول اول اینجا اصول که اونجا گفته بود اصول دین، اینجا میگه که اصول اولدن ممکندür که اصول اولدن مرتبه حقیقت و اصول ثانیدن مراد طبقه طریقت و اصول ثالثدن از سومی هم مراد دائره شریعت علوم عملیات و اعتقادیات bir olmak. اعتقاد bir olmak itibariyle, zira e'tiqadsız amelin nef'i olmaz. Din mübin Hakkı Subhanehu ve Teala Hazretlerinin vaz ve yegin ettiği nesnedir. Din, حالا اینجا دین رو معنی میکنه. دین مبین حق سبحانه و تعالی حضرتlerinin vaz ve تعیین ettiği یا تعیین باید باشه، تعیین ettiği nesnedir. همون چیزی که من گفتم، میگه دین عبارت است از اون چیزی که خود حضرت الله فرستاده، اون چیزی که Allah Efendimiz gönderipti. O şeyi ki Allah Efendimiz gönderip o dindi. O şeyi ki Allah Efendimiz göndermeyipti o sünnetti.
Mümkün dinin de zıt dolu hatta. Yani sünnet adına bir şeyler diyorlar bize biz. Çünkü sünneti neçə yüz il Hazreti Resul'dan sonra yazıblar. Mümkün o kadar yalanlar buna izafe ediblər ki, mənfəətləri üçün. Xüsusən Öməvi dövrəsində əslən raic oldu. Hatta Hazreti Muhammed ölenden sonra müşril çıktı. Yani elə quyulamamışdan, dəfn eləməmişdən müşril düşdü ortaya. خب پس دین چی گفت؟ دین مبین معنی میکنه. این یه تعریف از دین از دیدگاه یه ترک است. من هم یه ترکم. میگه که دین مبین حق سبحانه و تعالی حضرتlerinin وضع و تعیین ettiği nesnedir. اون چیزی که خود حق سبحانه و تعالی الله اولوالعزم اون رو وضع کرده، یعنی گذاشته و تعیین کرده، معین کرده که اینه. این میگه دینه که اینجا یه چیزی نوشته که نمیتونم بخونم که آب اگولی حسن اختیاریله bir nesne جانبینه سوق ایلیه که حالا اینجا یه چیز نوشته که کاب ناب اناب اگولی، نمیدونم این کلمه رو نمیتونم بخونم، یه مقدار هم روش خط افتاده در نتیجه من اون رو نمیدونم چی هست. میگه اگولی حسن، اگول عقل جمعیده، جمع عقل هستش. اینم اگولی حسن اختیاری یا حسن اختیاری، یعنی زیبایی اختیاری بیر نسنه جانبینه سوق ایلیه که اول نسنه آنلره bizat خیر و نفع دور، زیرا دین مبین نظام و انتظام عالمه سبب ایدگی زیاده روشن دور. العیاذ بالله. حالا یه چیز میخواد بگه که برعکسی، فرضاً شرع شریف و علمیه العیاذ بالله، فرضاً شرع شریف علمیه احوال عالم نظام و انتظام محال اولورده، زیرا هر کس عقل و طبعی مقتضاسınca kendi خصوصی için سعی و کوشش ایلسه gerektir. حالا اینجا داره یه چیزی میکنه که العیاذ بالله فرضاً شرع شریف و علمیه احوال عالم نظام و انتظام محال اولورده. میگه اگه نبود دیگه این احوال چیز میشد. نمیدونم چرا اینجوری میگه، این میتونستی قوانین دیگری باشه که جا بگیره، امروز هم هست. شرع بسیار جاها دیگه خیلی جا نداره. البته تمامی این حتی اون کشورها که مثلا خودشون سکولار فرض میکنن قوانینشون رو از جامعه میگیرن و جامعه اون چیزی که وجود داره بیشتر دین هستش که جامعه رو شکل داده، رسم و رسوم رو شکل داده. در جوامع اسلامی اسلام، در جوامع هندو هندی، در جوامع چینی مثلا کنفوسیوس و اینها، در ژاپن هم یه چیز دیگه، در جوامع مسیحی مسیحیت و در جامعه یهودی یهودیت و بقیه هم همینطور. چون که وقتی اعتقاد میاد، اعتقادات به همه چیز شکل رنگ خودشو میزنه. دین رنگ خودشو به زبان، به نوع زیستن، به نوع پوشیدن، به نوع ارتباط انسان ها با هم، به نوع رفتار انسان، به نوع خورد و خوراک انسان رنگ میزنه. مثلا مسلمان ها بعضی از حیوانات رو، بعضی از پرندگان رو نمیخورن، بعضی از آبزی ها رو نمیخورن، ولی مثلا مسیحی ها میخورن. مثلا یهودی ها باز هم بعضی چیزها رو نمیخورن که مسلمان ها هم نمیخورن، مشترکن. یا مثلا در ازدواج هم همینطور، در مرگ هم همینطور، در رابطه بین محرم و نامحرمی که در اسلام وجود داره هم همینطور. هر جایی وجود داره. حتی مثلا در استرالیا قبایلی هستش که اینا تقریبا لختن، تقریبا لخت مادرزاد هستن. وقتی که آدم ازدواج نکرده همه این خانم ها رو میبینه و همه اون خانم ها این آقا رو میبینن تو خیابون، لخت اون رو دارن مثلا میچرخن. حالا با یه مثلا پوشش گیاهی داشته باشن نداشته باشن تو این حد دیگه. ولی وقتی یک زنی با یه مردی رابطه برقرار بکنه، بخوان ازدواج بکنن یا ازدواج بکنن،
دیدن مادر اون زن برای اون مرد تابو هست. اینجا دین نیست، نه اسلام هست، نه مسیحیت هست، نه یهودیت، نه کنفوسیوس، نه هیچ چیزی، ولی اونجا یه قانونی هست به نام تابو. این تابو هم از همون قبیله به تمامی دنیا رخنه کرده، ادبیات دنیا رخنه کرده. برای همین میخوام بگم که اینجا هم مطلق دیدن این که شریعت نباشه دنیا نظام و انتظامش به هم میریزه، به نظر من اغراقه و به هر حال یک نوع پیش داوری هستش و ندیدن واقعیت‌های جهان هستش. زیرا هر کس عقل و طبعی مقتضاسینجا کند خصوصی چون سعی و کوشش ایلسه گرکتر. میگه حالا چرا نظم و انتظام نداره؟ میگه برای اینکه هر کسی بر اساس عقل و طبع خودش و نیازش میتونه یه کاری رو انجام بده و این مقتضا چیز بر ضد هم میتونه باشه. و عقول خود متفاوته دور و عقلها متفاوت هستند. پس بو اعتباری نظام عالم امکان علمس. اون وقتی که میگه نظام عالم نمیتونه انتظام بگیره. زبده کلام بودور که مثنوی بر کتاب لطیف دور که اگرچه به حسب ظاهر حکایت دور، لیکن معناده احکام شریعتی و احوال طریقتی و اسرار حقیقتی محیط بر کتاب دور. میگه همه اینها رو در داخل خودش احاطه کرده، محیط بر اونها شده که هر کس فهم و حال مناسب بر فایده کسب و حاصل ادر. هر کس به اندازه درکش ازش استفاده میکنه. و هو فقه الله الاکبر یا فهو فقه الله الاکبر. این مثنوی فقه الله اکبر، یعنی بو مثنوی حق سبحانه و تعالی حضرت لرنون فقه اکبری دور. حالا اون یکی فقهایی رو که ملاها نوشتن میگه اون فقه اصغره. فقه اکبردن مراد علم عقاید و اسرار کشفیه دور. شرع شریفیدن اعلا و انفع دور. گفتم که این از شرع شریف اعلا و انفع هستش، برای اینکه اینها رو هم یه مولای دیگری نوشته. حالا منظورم از مولا نه اینکه اینجوری چیز داشته باشه، یه آدمی که به نام دین تونسته یه امری رو بگه و مردم باورش بکنن و عمل بکنن من بهش میگم مولا. زیرا شرع شریف عبودیت için دور. حالا بریم صفحه بعدی. میخواستم یه جوری بخونیم که برسه به اینکه ببینیم چی کار میکنه. یه جایی بود که من دیدم این به مثنوی بسم الله نوشته بود، بریم تا اونجا دیگه. و مثنوی شریف ولایتون حصولنا سبب دور. خدای نسبت و اضافت ادگونه نکته کشف و اسرار سلوک الهی عنایت الهی ایلم ات علوب کندنون سعیل المدغی اشعار دور. و شرع الله الازهر و الله عظیم الشأن روشن طریقتی دید. روشن رک طریقتی دید. رک رو برای اولین بار اینجا دارم میبینم، نمیدونم رک باید خوند یا یه چیز دیگری خوند. روشن رک طریقی دید. و برهان الله الازهر الله تعالی ظاهر حجتی دید. برهان و دلیل عقل دید. برهان و دلیل عقل دور. نگاه کنید اینجا همینو میگه، عقل مهمه که بونده حجت معناس ندور، که عقل حجت هستش. زبده کلام هر کیم که مثنوی شریف ایل عمل ایل اتسا، البته جناب قدسه وصول بلور دمک اولور. مثل نوری که مشکات فیها مصباحون. مثنوین نورینن مسئله مشکات کی بدور که مشکات ده مصباح واردور. نوریهی ده اولان زمیر غائب مثنویه راجع دور. حالا دیگه اینجا توضیحاتی میده، بریم اون بسم الله رو پیدا بکنیم ببینیم که از بسم الله به بعد چی میگه. البته خوندن این قسمت خیلی مهمه برای اینکه شما رو با اون چیزهایی که مثنوی میخواد باهاشون به اون زبان حرف بزنه اول اونها رو به شما آشنا میکنه. مادامی که اینها رو نخونیم نفهمیم نمیتونیم مثنوی رو بفهمیم. میخواد بگه حقم داره، بعضی از لغت ها اولا سخته، بعضی از لغت ها معنایی داره که ما نمیتونیم بفهمیم یا باید ازش استفاده بکنیم به یه شکلی. فکر می‌کنم تا صفحه 10 توضیحات رو باید ادامه داده بود، چون یادمه که گفتم صفحه 10 بسم الله شروع میشه
خب رسیدیم به بسم الله. حالا من اینجا برمیگردم و ببینیم که این سفر رو از کجا شروع بکنیم که خوب باشه. خب از اینجا شروع میکنیم. نکتیم فی دمساز هرگز مخالفتی یختور. حالا اینجا دمساز بودمی، اینو خوش خروش و آغاز ایلم است. نتکی فی دمساز دمساسız جوشن، جوش و خروش و آغاز eylem است. İnsan kamil dahi haline münasip bir kimse bulmaya esrar-ı ilahiyeden söylemez. Hazreti Mevlana çünkü Mesnevi Şerifi Kur'an-ı Azim'in bazı اوصافیyle توصیف eylədi. Pes ona təbəyyət üçün 5 növ bu kəlməni işlətdi. این کلمه رو 5 növ چرا میگه گفت 5 növ که امر حاضر به من و تو میگه، روبرو هستیم دیگه. 5 növ گوش کن، روبروی من هستی. 5 növ که امر حاضر آنینله ابتدا ایلدی. با کلمه 5 növ تو قرآن هم با همین اومده. حالا اونجا بازم نمیدونم با بسم الله اومده. مثلا فکر کنی حضرت محمد در غار حراست، حالا خوابیده، یهو یکی مثلا با دست میزنه میگه که بسم الله الرحمن الرحیم. این که نمیدونست الله وجود داره، چرا باید بسم الله بگه؟ اقرا. برای همین دهن یهو این چیز میشه، حضرت محمد سکته میکنه، شوکه میشه. سکته نگیم، شوکه میشه. یهو یک چیزی میبینه، یه صدایی میشنوه که غیر عادیه، انسان نیست مثلا. خب در مقابل اون چیزی که دیده که نمیدونیم چی بوده و چه شکلی بوده، خودشو میبازه. حالا تو تاریخ گفتن که وقتی میاد خونه دست و بالش میلرزه، همسرش میاد لحافینا رو روش میندازه که این گرم بشه، فکر کنه سرد بشه، در حالی که اون ترسیده بود اون چیزی که دیده بود. حالا فکر بکنی که ما تو یه کوه هستیم، یه گرگی جلوی ما بیاد، یهو بیدار بشیم ببینیم یه خرسی به ما دستش اینجوری میزنه، ما چجوری خودمون رو خراب میکنیم؟ حالا این نه، یهو ببینیم یه چیزی که خرس رو میشناسیم، میدونیم خرسه، حالا به یه چیزی رو بره بشیم که نمیدونیم عجیبه، آیا بزرگ، عجیبه، نمیدونم چه شکلیه. حالا یهو مثلا چه وضعیتی برای ما رخ میده واقعا نمیدونم. من بعضا این تصور رو میکنم ولی واقعا خیلی سخته. حالا بذار ببینیم چی میگه. میگه که بشنو که امر حاضر آنین ل ابتدا ایلدی، با اون شروع کرده. در قرآن هم اقرا، با اقرا شروع کرد، به جای اینکه بگه گوش کن گفت بخون. فرق بین مثنوی و چیز اینه، خداوند اولش با بخواندن امر میکنه. اقرا بسم ربک الذی خلق. اینجا بهش میگه از این به بعد شروع کن به بسم الله گفتن. اقرا بسم ربک الذی خلق. ولی در اینجا میگه بشنو، به کتابت نمیگه که بنویس یا بخون. که امر حاضر آن ل ابتدا ایلدی نتکی قرآن عظیمدن الله نازل اولان اقرا بسم ربک. اینو من نخونده بودم، جدا میگم نخونده بودم. دور که اقرا امر حاضر دور، بشنو که اسمع معناسی نداره، اسمع عربی بشنو هستش. دور اقرا ایله تمام مناسبتی واردور. میگه که بشنو هم یه مناسبتی با اقرا داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بشنو از نی چون حکایت میکند، نیدن استماع نچه حکایت ایلر. این رو نیدن استماع، چه چیزی رو بشنوه، نجه حکایت ایلر، چطوری حکایت میکنه، چه چیزی رو گوش کنه، از چه چیزی اون نی حکایت میکنه. این رو بخواد بپرسه. از خدا، از جدایی ها شکایت می کند، بلکه حقیقت جدالقلردن شکایت ایلر که یار قدیم و وطن اصلیندن جدا درور. ما هایی که از وطن دور شدیم، از یار قدیم و وطن جدا درور. از وطن اصلیندن
Cüda durur, olmuştur. Cüda ve dur olmuştur. İhtimalen اینجوری باید بخونیم. Cüda ve dur olmuştur. Sen ani hikayet ve بیهوده افغان و شکایت ایلر زن ایلمه. میگه اون نی رو فرض نکن که همینجوری بی خودی داره. سن آنی حکایت، هم داستان اون نی رو و اون صدایی که داره میده، و بیهوده افغان، اون صدای نی رو بیهوده افغان و شکایت ایلر زن ایلمه، زن نکن. نی نوشته، نی ننوشته، نی ندن، نی دن، نی دن، نیدن، همان نیدن. ما در زبان ترکی نی نمیگیم، این رو بهش میگیم قارقı، گمیش. قارقı، گمیش. نی هم البته دیگه جاری شده دیگه، نمیدونم خود کلمه نی. نیدن، اینو ترکی نوشته. نیدن مراد مرشد کاملdir. خود میگه آقا فکر نکن که منظورش اینه که این برید از قمیشلخ، از نیستان یک قمیش رو ببرید بزنید به هنتون و باهاش صدا در بیارید. میگه نه، منظور از اون چیز، حالا اون 20 صفحه‌ای که 20 صفحه هست دقیقاً، قبلش 21 صفحه، 20 صفحه‌ای که قبلا توضیح داده، این برای این بوده که بفهمیم مثلا نی یعنی چی. میگه که سن آنی حکایت و بیهوده افغان و شکایت ایلر زن ایلمه. نی دن مراد مرشد کاملdir ki gerçi zahirde halk ile musahibat edip ani ve bunu hikayet eyler, lekin درون پرسوزی پرنفس وطن اصلی یادیندن و عالم ازلیده olan اتحادیندن فارغ و غافل değildir. خیلی زیبا. بلکه اول عالمde olan ذوق و صفاdan جدا olduğundan ötürü durdu درد و علمden ötürü درد و علمden ney gibi ney gibi feryad ve afgan edip آنن فانن، نمیدونم یعنی این فانن یعنی چی. آنن فانن سعی و کوششten hali olmuyor. Yine evvelki mertebeye vusul bulmak cehdine ikdam ve ihtimam eyler. Bu şikayet Hazreti Mevlana'nın kendisine göre değildir. میگه خود به خاطر خودش نمیگه مولانا این رو، زیرا kendisi واصلین اینجا به من عربی نیست، اینجا به این کلمه رو از عربی گرفته ترکیزش کرده. میگه که واصلیندن، اونهایی که واصل شدن، واصلیندن ایده، خودش از جزو واصلین بوده. بلکه اول جانبی فراموش edənlərə göre بلکه اول جانبی فراموش edənlərə görədir ki ta şikayetün sebebi ile fehm olunup ol canibe külli meyl ve rağbet peyda ve vusuline سعی و کوشش eyleyeler. Çün amale ile istifhamıdır. این چی بود؟ آمالی چیه؟ چون امالهو ایله یا آمال ایله. فکر میکنم حالا بذارید ببینیم چی میشه. این کلمه رو نمیدونم. چون اونجا یک چون بود. اون چون حکایت میکند، چون حالا اما لعیله یا آمال ایله استفهامدور. این میگه اما لهو ایله استفهامدور. این خودش چون یک کلمه سوال هستش. کیف معناس نه یا کیفه عربیه اینجا. کیفه معناس نه که bu معنی üzere şerh olundu. حالا دیگه در گذشته توضیح دادم. و bu هم وجهدür مصرع اولده نیدن. این میگه چون مثل اون مصر اول که نیگفت مثل اون هستش. استماع ایلر چون که حکایت ایلر، بلکه جدالکدن شکایت ایلر. پس neyin sözünü istima edip gaflet eyleme, belki onun. حالا اینجا صدا گذاری کرده نی رو
neyi sözünü ya neyin bebخشید neyini sözünü istima edip gaflet eyleme belki anın şikayetini dahi guşi can ile asga eyle zira sana ol şikayetten nef'i kesir vardır. Zira şikayetin sırrını fahm ettikten sonra sana bir söz ve hararet peyda olup seni vatan asli janibine talib ve ragib eyler. اینجا وقتی این مطلب تموم میشه یه کوهی میسازه از ویرگول هایی که روی هم گذاشته 4 تا 3 تا 2 تا 1 دونه اینجوری رفته بالا که یعنی مطلب تموم شد میخواد بره مطلب بعدی. کز نیستان تا مرا ببریده اند ویرگول روش هم خط کشیده خودش هم درشت نوشته که از متن جدا بکنه اون چیزی که نویسنده می نویسه جدای از اون چیزی که مثنوی هستش بکنه هم روش خط قرمز میکشه هم با این چند تا ستاره که گفتیم 10 تا ستاره ویرگولی که روی هم گذاشته این رو از چیز جدا میکنه. نیستانیدن تا که بنی قلع ایلمیشلر قطع نها کسمشلر یعنی کسمشلر قلع و غم از اینجا میاد. این یک کلمه یا عربی هستش یا ترکی به معنی کسما. ایلمیشلردür معنی کرد تموم شد. از نفیرم مرد و زن نالیده اند نقطه قرمز benim نفیرم و فغانمden مرد و زن ناله ایلمیشلردür نقطه. نیستانیدن مراد چی هستش؟ منظور از نیستان چی هستش؟ نیستانیدن مراد مرتبه اولا و مرتبه ثانیه، مرتبه اولی و مرتبه ثانیه و مرتبه ثالثه و مرتبه رابعه روشندر. حالا من اینها رو دیگه نمیدونم، این مرتبه اول و دوم و سوم نخوندیم که ببینیم چی هست. خب اینجا تقریبا یه صفحه رو خوندیم. یه مقدار اینو بخونم برای اینکه فهم ناقص نمونه. البته ناقص بمونه بهتره که دوستان علاقه پیدا بکنن برن بخونن. بریم صفحه. من از هر 20 صفحه پی دی اف یک صفحه رو تلاش میکنم بخونم. تا الان 1 ساعت و 17 دقیقه است. حالا از هر 20 صفحه یک نیم صفحه رو تلاش میکنم بخونم. بریم صفحه 30. خب این صفحه 30 ببینیم کجا که علاج اهل هر شهری جداست. حالا این شعرش رو اونجا گفته بود، من اینجا دارم از اینجا شروع میکنم. زیرا هر bir شهر خلقının علاجی ayrıdır و başka havasi ayrı başka ve başka havasi ve herkesin təbiinə münasib sevdasına göre alacı vardır ya da sevdasına göre. sevdiğine یعنی sevda. من این به نظرم خوب میاد. sevda به نظرم خیلی چیز نمیاد و sevda هر کسی تبعینه مناسب sevdasına göre علاجی vardır. البته سودا اگه بگیم به معنی اون حالا 4 تا میگن خیلی تو سودا و نمیدونم اینا از اونها منظور ممکنه باشه، ولی نه به نظر من sevda میاد. و اندران شهر از قرابت کیستد طبیب الهی اول کنیزی که ادی اول şehre de garabette senin kimin vardır. Yani اقربادن kimsen var mıdır؟ سوال رو خیلی ادبی پرسید. این کتاب گفتیم که حدود 450 سال پیش نوشته شده. این کتاب به ما نوع جمله بندی و ادبی نویسی رو به زبان ترکی خوب آموزش میده. ما میبینیم که کلمات استفهام و سوال که در فارسی مثلا چرا، چه، چگونه، کی، کی، اینا اینجور چیزا، اینها چه هستن؟ کلمات یا حروف سوال هستن. در اینجا هم
ما می رو میبینیم که به افعال هم میچسبه و چیز وار میدور به فعل چسبیده، البته به اسم هم میچسبه، علامت سوال به همه چیز میشه. حسن می یعنی حسن، این حسنه مثلا. خوشی و پیوستگی تا چی ایستد، سنون قرابت و خصمون، لعلون و اتصالون محبتون نه ایلدور. حالا امروز من با یک کلمه آشنا شدم، این برای اولین بار پی بردمش. یکی خصمه، یکی خصمه. خصم، خصیم، خصم قرابته، یک نوع فامیلیه، دوستیه. خصم یک نوع دشمنیه. یه مقدار دو زبان ترکی اینجوری به کار رفته، نمیدونم ریشه عربی داره یا ریشه ترکی داره نمیدونم، ولی اینو دیشب بهش رسیدم. یعنی اگراباندن kimse var mıdır؟ خویشی و پیوستگی تا چی ایستد؟ سنین قرابت و خصمون، احتمالا خصمون، خصم لعن، خصم لغن و اتصال محبتون نه ایلدور. خصم لغن دایر، این خصم لغ یعنی رابطه دوستانه فامیلی. خصم لغن و اتصال محبتون نه ایلدور، یعنی اول شهرده اولنler ایله نه yüzden. از چه جهتی؟ نه yüzden مصاحبت و آشنا لغن. اون بالا که گفتم لغن اینم همونه، آشنا لغن واردور. بازم سوال، نه yüzden سوال پرسید، نه yüzden سوال پرسید اونجا. بعد اشاره ده شروع ده. دست بر نبضش نهادیک بیک یا نیک احتمالاً. حالا این دست بر نبضش نهادین بین، نمیدونم اینجوری باید بخونیم یا این نهادیک بیک، این شعر رو من نمیدونم. طبیب الهی علینی جاریانون نبزی üzerine گفدی تشدید داره اینجا، گفدی و بیر باز میپرسید و از جور فلک، گبر و فلکون جور zulmünden ol کنیزکه سردی تا göre ki کنیزکون نبزی نه sözde ve ne suallere hareket eyler. Hazret Mevlana bu kıssaya münasip hikmet amiz bir iki beyt getirdi. Beyt. چون کسی را خار در پایش جهند، چون که bir کسون ayağına خار با جهد فعل ماضی مفرد مذکر غایبdir. خار با تا بابا، من اینو خوندم اشتباه خوندم، نقطه پایینی مربوط به این نیست، مربوط به سطر پایینیه. چون که bir kesin ayağına خار bata جهد. حالا جهد چی اینجا؟ جهد یعنی هوپولار. چون که bir kesin ayağına خار bata جهد هوپولار فعل ماضی مفرد مذکر غائبdir. گالغیه معناس نه، گالغیه یعنی گالخا، گالخیه احتمالاً هم باشه، حالا این مثل غ نوشته شده ولی گالغیه معناسی نداره، گالخا. این جهد رو معنی کرد. جهد یا جهد نیست، جهد به معنی تلاشه، جهد به معنی پریدن در فارسی، از عربی اومده همون کلمه است، منتها این جهد تلاش رو، جهد پریدن، همون بازم تلاشه، همون معنی کردن. این رو از عربی گرفتن، احتمالاً عربیه، نمیدونم، احتمالاً ترکی هم باشه. من میتونم البته برم گوگل بکنم این بفهمم که بذار ببینیم عربی میاره. معنی کلمه نامشخصه، اما جهد به معنای تلاش، کوشش و سعی است. اینجا همون رو گفته، فارسی شده.
حالا ریشه‌ش رو نمیدونم، باید دهخدا رفتی که دهخدا برای ریشه چی میگه. البته اگه ما بتونیم اینجا دهخدا رو پیدا بکنیم، بذار ببینیم. این آپاندیس لغت دهخدا. دهخدا جهد با حرف صدای اش شروع میشه. جهد، کوشش کردن و رنجیدن. منتهی العرب، از اقرب الموارد، ارتاد المصادر، باز کردن چهار پا فوق طاقت آن و رنج دادن آن را. حالا این هم یه معنیه. جهد به معنی بار کردن چهار پا، یه حیوان رو بار بزنید بهش که بیش از اندازه تحمل حملش باشه. سخت و ناخوش گردیدن زیست. سخت و ناخوش گردیدن زیست. اینم یک کتابی. تنگ شدن ایل. این ایل چی هست نمیدونم. آزمودن کسی را، به معنی آزمودن، امتحان کردن کسی. جهد بغلان. حالا اینجا هم یه چیزی گفته، برآوردن همه مسکنه فلان. بذار ببینیم. گردانیدن. جهد المرض، اینم که میل و اشتها داشتن. اینم جهد به آرزومند طعام شدن و بسیار خوردن. توانایی، طاقت، سعی و کوشش. منتها هر تار او به رنج برآورده از ضمیر، هر تار او به رنج برآورده از ضمیر، هر پود او به جهد جدا کرده از روان. فرخی اینجوری نوشته، رنج و مشقت. حالا نگفتش که این ریشش از کجاست. معمولا این آدم باید میگفتش که احتمالا این همه باشه. عربی هستش اینجا. این عربی میمساد احتمالا از مصدر چی هستش، یا خودش مصدره. جهد خودش مصدره، عربی مصدره. حالا اونم حل کردیم. اونجا رو هم بدون این که بریم بخونیم ببینیم که این حروف در دهخدا چی هستش، بر اساس اون ذهنیتی که خودمون از قبل برامون جا مونده، شکر خدا تونستیم اون رو هم بخونیم. حالا اون جهد رو اینجا اومد گفتش قالغه معناس ندور. بو محلده باتا معناس ندور. اینجا میگه که باتا. پای خود را بر سر زانو نهد، اول خاری görüp çıkarmak için ayağını dizi üzere gur و ز سر سوزن همی جوید سرش. فرزن آسانlıkla cigması سوزن ücüyle ol harun ücünü ister. Yani iğne ile ani çıkarmağa سعی eyler. ورنه یابد می کند با لب ترش. و اگر ایاغنه بطن خاری بولمeye ki ziyade الجر و gitmiş. acer ve gitmiş ola. Yani احتمالا içeri gitmiş ola. اینجوری باید بخونیم. بولمeye که زیاده içeri. من اینو یه جوری دیگه خوندم الان درست شد. içeri gitmiş ola. Yani این خار، این tikan ki batıbdı, ətin içinə çox gedibdi. Görsənmir gözünə. Onda deyir neynər? İçəri getmiş ola, ləbi ilə ayağını yaş eylər. اینجوری میزنن، اونو خار میکنه بعد چیز میکنه. یا حتی این سوزن رو به دهنشون میزنن دوباره چیز میکنن. eylər. Yəni xar batdığı yeri tükürmek. ما اینو tüpürmek میگیم. این در ترکیه tükürmek میگن. گفتم من این سومین بار یا شاید چهارمین بار دارم تکرار میکنم که بعضی حرفات جاشون عوض میکنن. tükürerek در ترکیه، در بعضی لهجه های ترکی tüpürmek که در آذربایجان tüpürmek میگیم تف کردن، نه به خود فعل، نه ها، اون توفی که میندازیم به اون tükürmek میگن. خود فعل رو این کار رو که میکنیم، این در ترکیه در بعضی لهجه های ترکی که احتمالاً ترکیه هم یکی از اونها باشه، tükürerek eyle aslar ta ki xar asanlıkla ciger تا به آسانی در بیاد. خار در باشد چنین دشوار باد.
ayakda, ayak yazmıyordu. Ayak biz ayak ya ayak deyirik. Ayak Təbriz Qaradağ. Ayak Təbriz ayak. ادبیش آیاق. حالا اینجا چی میگه؟ آیکده. اینجوری باید بخونیم میگه آیکده، یعنی ayakda olan bab xar böyle düşvar oldu. Yani ayağa batan xar böyle düşvarlıqla çıqa. Xar در دل چون بود دادن جواب. حالا اینجا دیگه معنی اینو بخونم برم صفحه بعد. Kögülde olan gönülde. Kögül. ادبیش kögül نوشته می شده در گذشته، gönül این. kögülde olan خار نجه olur. bana جواب ور. اون حالا میگه که این در پامون فرو رفته این خار، این رو با سوزن میزنن، اگه دیده بشه اونو در بیارن، اگه دیده نشه آب میزنن، حتی این پوست رو یه مقدار با اون سوزن میدرن، زرالlar میدرن و اون خار رو یه جوری بالاخره پیداش میکنن تا هی اینجوری میکنن، اذیت میکشه و نهایتش در میارن. میگه حالا اگر یه خاری تو دل ما باشه، تو مغز ما باشه، چیکار بکنیم؟ حالا مغز ما پر از زندانه و زندان رو با خودمون جمع، ما چیکار بکنیم؟ اینجاست که مشکل اون خاری که در بدن رفته، اون بیماری پامون نیست. مشکل در اینجاست که زندان رو با خودمون میبریم و زندانبان زندان هستیم و این زندان به نفع دیگریه، برای اینکه ما خودمون رو اسیر بکنیم. خب حالا خار gönlünde olan خار نجه olur. bana cevap ver. سوال می، یعنی جسم علم verən xarı bulmaq asandır. Amma qəlbə istirab verən xarı bulmaq ziyadə müşküldür. Xarilərdən dillerin yani dilin, خار dilden murad محبت ماسوادر، محبت به غیر از الله. این خار در دل هست که مرشد کاملون ارشاد و معاونتیندن، کلمه عربی هست، از معاون اون، از کلمه اون به معنی یاری، کمک گرفتن. معاون هم یعنی یار، کسی که کمک میکنه. معاونتیندن غیری نسنه ایله چماق محالدر. احتمالاً چگماق این نقطه نداره. من تا اینجا چه رو بدون نقطه میبینم، برای همین در خوندنش مشکل پیدا میکنم. چگماق خودش ولی صدا گذاشته براش، چگماق باید بخونیم، محال دور. خب این دیگه بقیهش خار دل را گر بدیدی هر خسی، هر bir خس gönül خارینی گریدی. خب دیگه بقیه بریم صفحه، این شد 30، بریم صفحه 50. خب اینجا هم یه شعر ازش بخون، یکی دو تا شعر، یه نیم صفحه‌ای ازش بخونیم. موشکافان صحابه هم دران اول zamanede sahabenin موشکافları yani مدققleri از کلمه دقت ساخته شده. مدققleri و از ایشان خیره گشتندی به جان. آنlar ol و ازینده یعنی حضرت رسول علیه السلام'den bu kadar vaaz ve nasihat istima etmiş ki niye nefsün mekrinden can ile aciz ve xeyran olurlardı. Zira emr دقیقdir. Teşhis eylemek ziyade müşküldür. Şu faide mahz mülahize olunan yerde zarar külli zahir olur. Sahabe bu kadar iken aciz kaldılar. Sen niye kadir olursan? مگر جمیع خصوصی ده حق تعالی حضرتine ziyade tezerrü ve nale eylemek gerek ve bir dem salihlerden ve muhlislerden
lerinden cüda olmayıp her nefes musahibleriyle müşerref ve muhterem olasın. در بیان حالا اینجا ببینیم چی میگه، متابعت کردن، در بیان متابعت کردن نصارا و وزیر جهود را. اینجا یه داستانی میخواد مولانا بگه. دل بدو دانه ترسان تمام، دل بدو دادند ترسایان tamam. Tersalar ol vezire tamam gönül verip اعتقاد eylediler. خودچه باشد قوت تقلید علم آمون یعنی عموم انسان، آمون تقلیدinin خود ne kuvveti olur Hazreti Mevlana tahkik mertebesine vusul bulmayıp taklidide kalan kişinin etiqadına etimadı kulli olmadığını beyan eder. Amun taklidinin خود ne kuvveti olur. این رو سوال پرسید. حضرت مولانا تحقیق مرتبesine vusul bulmayıp تقلیدیده قالان کشینون اعتقادine اعتماد کلی olmadığını beyan eder. میگه کسی که تحقیق نکرده به وسیله تحقیق به یه حکمی رسیده، این نظرش قابل اعتماد نیست. تموم شد. خلاصه به اینه. میگه که برید بخونید، کتاب بخونید، تحقیق بکنید و بعد این کتاب ها رو نپذیرید، سوال بکنید. برید کتاب‌های ضد اون رو بخونید، نظریات ضد اون رو بخونید، نه اینکه برید دو تا کتاب ملا و یا عالم و یا فیلسوف رو بخونید بگید آقا این هر چی گفته درسته. نه، برید ضد اونها رو بخونید، ببینید که اونها چی میگن در رد اینها. اگه بخواید اسلام رو با اسلام نویسا بفهمید که اسلام رو نفهمیدید، که تقلید این. برید ضد اسلامی ها ببینید چی نوشتن، اون وقت بیایید اگه مسلمون شدید اون وقت مسلمون میشید. وگرنه آدم با دو تا کتاب از دو تا ملا یا دو تا از فیلسوف دو تا کتاب بخونه بگه من فیلسوفم، من اسلام شناسم، من اسلام، این میگه نه، این تقلیده. در درون سینه مهرش کاشتند نصارانون عوامی، عموم انسان، اونایی که تخصص ندارن در یه رشته‌ای. Avamın, Nasaranın, avami, anın muhabbetini sineleri içinde akdiler. این خیلی چیزه، تو دلشون کاشتن، اکدیلر. یعنی آنها زیاده محبت ایلدیلر. نایب از ایسیش میپنداشتن. نایب، ببخشید من اینو میخواستم مثل ایش بخونم ولی اینجا ایسیش یعنی ایسا، نائب ایسیش میپنداشت. آنی ایسانın قائم مقامی sanırdılar. Bunda işaret ki vezirden murad nefsüdür. اونجا منظور از وزیر در این شعر میگه نفس انسان هست. وزیر اول خلقی نجه ازلال ایلدیسه، همونطور که وزیر اون ملت ها رو گمراه کرد، nefs dahi sahibini öyle izlal eyler. او به سر دجال یه چشم لعین. او وزیر ستر و حقیقتdə ملعون bir gözlü دجال idi ki وافر خلقی izlal eylədi. اینجا خلق رو ه نوشته، حلقی یعنی در یه بخشی از جهان ترک خ سخته برای گفتنش، به خصوص در اروپا، در آمریکا، در انگلیسی اینها نمیتونن خ رو بگن، منظورن ک یا ه بگن. اینجا در جهان ترک ها هم یه انسان هایی هستن، یه تعداد جوامع ترک هستن که اینها نمیتونن خ رو بگن و در ترکیه امروزه اجباریه که خ رو خ یاد نگیرن، خ رو یا ه یا کا یاد بگیرن. که ای خدا فریاد رس نعم المعین، ای خدا بیزه فریاد ایرش سن نه لطیف معین سن.
وزیردن مراد کذاب شیخ المق روشندر. شیخ کذاب یا انسانی که دروغگو هستش، این ملاها که همشون در این 40 سال نشون دادن، نه نمیگم همشون، ولی 90% ملاها در ایران دروغگو و کذاب هستن. این 40 سال 45 سال 50 سال نشون داد که، حتی دوره شاه نشون داد که اینا بر اساس نرخ روز و منفعتشون هر کجا باشه اونجوری اون طرف اونجا وای میستن. یه تعداد اندکی، مثلا آیت الله شریعت مداری جزو کسانی بود که به نظر من تا حدودی ایستاد، کتکشو خورد. بعضی از روحانیون رو من رفتم در تبریز دیدم، بعضی از روحانیون رو باشون دیدار کردم که اینها به خاطر مخالفت با خمینی لباسشون رو کنده بودن، رفته بودن که به کار تجارت در بازار مشغول بودن. خب بریم صفحه 70 رو بخونیم و فکر می‌کنم که دیگه، یا بریم صفحه 77 رو بخونیم و تمام کتاب رو تمام بکنیم. اینجا عربی هاشو نخونم چون نمیدونم چیه، حالا البته یه مقدار ازش میخونم که از اینجا به بعده. بذارید اول این قسمت ترکی رو بخونیم. بیت: گرش دامن از جنگ شهوت رها، کنی رفت تا صدرت المنتها. سیر چشم خشک بر خشکی فتاد، سیر چشم خشک بر شایدم سیر چشم خشک بر خشکی فتاد. خشک خاکی cismin seyri خاک و خشک üzere düştü. یعنی واقع oldu. سیر جان پا در دل دریا نهاد، اما جانون سیری ayağını deryada koydu. دل دریا، دل در پا درون دریا. خشکیدن مراد بونده عالم سفلیدر. عالم علوی به عالمی گفته میشه که عالم ارواح و ملائکه و عرفان و الله و اینا در رابطه اونجا. عالم سفلا به این همین موجودات که روی زمین هستن، موجوداتی مثل ما جسمی، اینجوری گفته میشه. چونکه عمر اندر زه خشکی گذشت. چونکه خاکی جسمین که مراد دمیدر. ömrü خاک خشکیده geçti. عالم علویه میل و سیری olmadı. گاه کوه و گاه دریا، گاه دشت. گاهی کاغذده تاغده داغ، همون داغده. گاهی تاغده، گاهی صحراده و گاه دریاده، یعنی ریاضت edip خلوته همون حلوته oturmadı. بلکه ömrünü ticaret ve bey ve şeraya ve seyr hava و هوسه صرف edip nefsani ve cismani mertebelerinde kaldı. آب حیوان از کجا خواهی تو یافت؟ سن آب حیاتی گنده بولسن gerek. گنده بولسن احتمالا. گن میدونم چیه، این گنچه که بستهش گننده، یعنی در درونشه. گنی یعنی ایچی داخلش، یه چی بسته، تا یه جای بسته و تاریک و اینا زندانی شده. گن اینه، گلی که هنوز باز نشده گننداده. گنچه گننداده یعنی در زندان خودشه، داخلشه، دیده نمیشه، درونشه. اینجا اگر به اون معنی بخونیم درyanın موجنی گنده پارسون gerektir. گنده پارسون یعنی چی نمیدونم، نمیدونم چیه. حاصل معنی سنن حلوت اختیار edip ریاضت و مجاهده سعی elemezsen. عشق الهیه وصول bulup اسرار illiye و سرایر خفیه دریاسنده غوته و şinaverlik edip anda بهره‌دار olmağa قادر olmazsen demektir. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست. ها
چی؟ منصوب ها خاک، همون خاکی منصوب موج bizim وهم ve fehmimizdir ki خاک منصوب موج bizim وهم و فهمimizdir ki مشاغل دنیویه مستغرقdir. موج آبی محو و سکرست و فناست. اینجا دیگه نوشته تمام نوشت. اینجا علامت مثل یه چیزی مثل ه، این عدد یه چیزی می نویسه، اون الفبای مغولی اگر یادتون باشه در کتابی که برای زبان مغولی خوندیم، اگر اشتباه نکنم یه حرفی بود مثل اینجوری که این ظاهرا برای من حالا اینجاها درم یواش یواش متوجه میشم که اون علامت احتمالا حرف تمت بوده، تمام اینجا میذاره و روش مثل یه علامتی دیگری مثل 7 میذاره و در زیر اون رو تکرار میکنه و دوباره یه میم دیگه میذاره، یعنی علامت. این چیزی که در تمام کتاب‌های قدیمی معمولا اینجوری نوشته میشه. اما بریم ببینیم تو عربی چی نوشته. اولش رو حالا یه چند سطری ازش بخونیم. و گول لگربها ای المیم و نون فی جمهوریت تحلیل فی المجهولیه تعلیل لا بدل المیم نون التنوین الساکنه. نه اینجا یه چیز دیگریه، اصلا ربطی به اون نداره. این متن از این با این متن جدا نیست. اینجا یک کلمه رو از نظر نحو و صرف داره تجزیه و تحلیل میکنه که این کلمه چیه. چون قبلا اینو ندیدم، این یه کتاب دیگریه که صفحاتش از اینجا چنده شده و ما میبینیم که اینجا شیرازه کتاب پاره شده، به 2 قسمت شده. پشت کتاب رو که اون شیرازه باید دوخته میشه ما میبینیم. در نتیجه از اینجا یک تعداد صفحه های بیشتری حذف شده و این صفحه ها دوستان در مورد ساختار خود یک کلمه رو در هم خود به عنوان کلمه تجزیه تحلیل میکنه و هم در جمله چه جایگاهی داره اون رو تجزیه تحلیل میکنه. این اسمش از علم صرف و نحو. حالا این مربوط به اونه. در نتیجه این رو میذاریم تموم بشه و hamd و sana böyük Tanrı'ya, ulu Tanrı'ya olsun ki bugün de mənə ömrü verdi və imkan verdi və fürsət verdi. Gəldim və bu kitabı açdım. Bu böyük kitabla tanış oldum. Umarım ki bu kitablar, türkçə kitablar bizə köməklik eləyələr, yardım eləyələr. Yar olalar bizə, yarımız olalar bizim ki eləyə bilək bu mühəndisi cəhl və cahil saxlama zindanından ki bizim beynimizdə yaradıblar və biz bu zindanı beynimizdə daşırıq, bundan çıxaq və eləyə bilək o dünya ki Türklər orada yaşamaq lazımdır və insanların orada yaşamağı lazımdır, oraya yetişək.